باورتون میشه 2 نفر چندین نفر رو گروگان بگیرن، از مدیر عامل یه شرکت یه اخاذی توپل مپل کنن و شرکتش رو به خاک سیاه بشونن و دستگیر نشن؟ تو این ویدیو 5 تا از مرموزترین پرونده‌های جنایی تاریخ که هنوزم حل نشدن رو براتون تشریح می‌کنیم و آخرین مورد ماجرای قتل که 75 سال پیش تو استرالیا اتفاق افتاده و تنها سر نخش کتاب رباعیات خیام نیشابوری بوده. اگر می‌خواید در مورد جزئیات این پرونده مرموز بیشتر بدونید، بخش آخر ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید. اولین مورد پرونده قتلیه که بیش از 50 سال پیش اتفاق افتاده و هنوزم یه تیم متخصص داره روش کار میکنه. پرونده خانم جنت دپالما. خانم دپالما توی سال 1956 تو منطقه جرسی سیتی ایالت نیوجرسی به دنیا آمده و تو 16 سالگی درگیر یه ماجرای فوق‌العاده تلخ و عجیب شده. تو سال 1972 خانواده این دختر خانم تو منطقه اسپرینگفیلد زندگی میکردن و تو روز 8 آگوست همین سال خانم دپالما وسایلش رو جمع میکنه و به مادرش میگه میخوام با قطار به خونه یکی از دوستان برم. این خداحافظی آخرین باری بوده که خانم دپالما مادرش رو دیده. چندین ساعت بعد که تقریبا شب شده بوده، دوست خانم دپالما با خونه‌شون تماس میگیره و میگه دپالما هنوزم نرسیده. همون شب خانواده خانم دپالما پلیس رو خبر میکنن و همون شب اعلام مفقودی خانم دپالما توی اداره پلیس منطقه اسپرینگفیلد ثبت میشه. از این روز 6 هفته میگذره و هیچ خبری از دختر گمشده اسپرینگفیلد نبوده و هیچ کس از خانم دپالما خبری نداشته. تو همون منطقه یه معدن سنگ وجود داره که به معدن هودیل معروف شده. نزدیک این معدن سنگ چندین خونه وجود داشته و یکیشون مال یه آقایی بوده و اون تو خونه‌اش یه سگ نگه می‌داشته. سر صبح این آقا در خونه‌اش رو باز می‌کنه تا سگش بره بیرون و بچرخه و چند ساعت بعد سگ برمیگرده در حالی که ساعد دستی دختر بچه تو دهنش بوده. این آقا با دیدن این صحنه به شدت میترسه و خیلی سریع به پلیس اطلاع میده و مامورین پلیس با دنبال کردن سگ جسد خانم دپالما رو روی یه دونه صخره پیدا می‌کنن. طبق توضیحات پلیس منطقه اسپرینگفیلد خانم دپالما چندین روز قبل فوت شده بوده و ترسناک‌ترش اینه که در کنارش کلی وسیله عجیب غریب پیدا شده. صلیب‌های چوبی، کله اسکلت و استخوان‌های حیوانات جزو عجیب‌ترین چیزهایی بوده که در کنار جسد این دختر بچه پیدا شده. نکته وقتی ترسناک‌تر میشه که بگم پزشکی قانونی بعد از بررسی جسد خانم دپالما تایید میکنه که هیچ دلیلی برای کشته شدن این دختر بچه وجود نداره و بدنش موقع مرگ کاملا سالم بوده. متاسفانه تو همین دوره تو اون منطقه سیل هم اومده بوده و همین موضوع باعث شده بوده صحنه جرم کاملا از بین بره و کار به شدت سخت‌تر بشه. از سال 1972 که این اتفاق افتاده تا همین امروز بیش از 10 نفر رو به اتهام قتل خانم جنت دپالما دستگیر کردن، ولی خب متاسفانه برای هیچ کدومشون مدارک قانع کننده نداشتن و همگی آزاد شدن. دومین مورد به اندازه یه سریال جنایی پیچیده است ولی خب به شدت جذابه. با دقت ببینید. تو سال 1984 دو تا مرد مسلح با نقاب وارد خونه یه نفر میشن. یه خانم تو خونه بوده، این خانم رو میبندن و فقط یه دونه کلید برمی‌دارن و میرن. روز بعد همین دو نفر بدون هیچ زحمتی و به راحتی وارد خونه آقای کاتسوهیسا ازاکی میشن و همسر و دخترش رو میبندن. تو این شرایط همسر آقای ازاکی می‌خواسته باشون معامله کنه ولی خب هدف این دو نفر کاملا چیز دیگه‌ای بوده. این دو تا فرد مسلح خونه رو با دقت میگردن و آقای ازاکی رو پیدا میکنن و با خودشون میبرن. بعد از باخبر شدن پلیس و رسانه‌ای شدن ماجرا مشخص میشه که خونه اولی که وارد شدن مال مادر مدیر عامل شرکت ازاکی گلیکو بوده و کلیدی هم که دزدیده شده بوده مال خونه مدیر عامل این شرکت. این شرکتی که گفتم تو حوزه تنقلات فعال بوده و اون موقع آقای ازاکی یکی از ثروتمندترین افراد کشور ژاپن به حساب می اومده. با این روش این دو نفر به راحتی تونستن وارد خونه بشن و هیچ کس هم بهشون شک نکرده. این دو نفر آقای ازاکی رو بردن و بعد از 3 روز آقای ازاکی با قیافه درو و داغون برگشته و برای پلیس توضیح داده که 100 میلیون ین و 100 کیلو طلا از هم مخازی کردن و بعد از 3 روز تونستن از دستشون فرار کنن. احتمالاً میگید خب تا اینجا همه چی ختم به خیر شده، ولی خب ماجرا به شدت پیچیده تره. چند روز بعد یکی از انبارهای این شرکت آتش میگیره و بعد از بررسی‌های پلیس یه نامه و یه بطری پر از اسید تو انبار پیدا میشه. توی این نامه این دو نفر خودشون رو هیولای 21 چهره معرفی کرده بودن و تو متن نامه گفته بودن تنقلاتی که شرکت آقای ازاکی تولید میکنه از اسید درست میشه. تو این شرایط نشریات مختلف هم اخبار و نوشته‌های این نامه‌ها رو بازتاب دادن و شرکت آقای ازاکی به مرز ورشکستگی رسیده. بعد از چند ماه که شرکت آقای ازاکی کاملا داغون شده، هیولای 21 چهره توی نامه آخرش نوشته ما شرکت گلیکو رو بخشیدیم. با این نامه هیولای 21 چهره یه سری شرکت دیگر
رو هدف قرار داده و می‌خواسته چند تا شرکت دیگر رو از بین ببره. در نهایت مدیر عامل یکی از این شرکت‌ها قبول کرده که یه باج توپل مپل به این دو نفر بده و اینا بیخیال بشن. یکی از کارآگاه‌های پلیس خودش رو به عنوان یکی از کارمندهای اون شرکت جا زده بوده و رفته سر قرار. یه مقدار پول و طلا رو تحویل یه نفر داده و بعدش این آقا رو تعقیب کرده، ولی خب متاسفانه خیلی زود گمش کرده. این آقای کارآگاه چون نتونسته بوده پرونده رو به نتیجه برسونه خودسوزی کرده و بعد از این اتفاق هیولای 21 چهره دوباره یه نامه نوشته و برای نشریات معتبر ارسال کرده. متن نامه این بوده: همه کارآگاه‌های پلیس ژاپن همینقدر احمق و بی‌ارزن. ما آدم‌های بدی هستیم و کارهای بزرگتری داریم. پس اگه از این به بعد کسی از شرکت‌های مواد غذایی بازخواهی کرد، مطمئن باشید که کار ما نیست. شاید باورتون نشه اما هنوزم هویت این دو نفر نامشخص باقی مونده و پرونده هیولای 21 چهره هنوزم بازه. سومین مورد معمای پاهای گم شده است. قبل بررسی این مورد بگید ببینم تا اینجا ویدیو حال کردید یا نه؟ اگه حال کردید و میخواید کلی ویدیو تاپ 5 باحال و خفن رو از دست ندید، حتما کانال سابسکرایب کنید، زنگ بلش هم بزنید. اولین سرنخ پرونده پاهای گم شده به سال 2007 تو منطقه بریتیش کلمبیا برمیگرده. تو این سال یه دختر جوان تو ساحل دریای سالیش در حال راه رفتن بوده و یه لنگ کتونی خیلی خوشگل پیدا میکنه. دختر جوان کتونی رو برمی‌داره و میبینه وزنش خیلی زیاده و وقتی داخلش رو نگاه میکنه تعجب میکنه. در کمال ناباوری داخل کتونی یه دونه پا بوده. بعد از این اتفاق پلیس اون منطقه به ساحل میاد و شرایط رو بررسی میکنه، ولی خب هیچ توضیحی برای اینکه چرا چنین چیزی تو ساحل پیدا شده وجود نداشته. چند روز بعد این سکانس دوباره تکرار میشه و این بار یه مردی کتونی پیدا میکنه تا ماجرا عجیب‌تر و پیچیده‌تر بشه. شاید باورتون نشه اما توی سال 2007 18 تا از این کتونی‌ها تو این ساحل پیدا شده و پلیس هنوزم هیچ مدرک قانع کننده‌ای در مورد این ماجرا نداره. یک سال بعد پلیس منطقه ونکوور تونسته با آزمایش‌های دی ان ای هویت یکی از این افراد رو شناسایی بکنه و مشخص شده که این آقا خودکشی کرده بوده. بعد از این ماجرا هویت دو نفر دیگه هم مشخص شده و پلیس ونکوور این فرضیه رو مطرح کرده که این پاها مربوط به افرادیه که از بالای یه پل تو اون منطقه پریدن پایین و مردن. در کنار این فرضیه متخصصین فرضیه‌های دیگه هم داشتن. یه سری‌ها میگفتن چون مابقی اعضای بدن این افراد پیدا نشده امکان داره این افراد تو سانحه هواپیما کشته شده باشن. فرضیه بعدی به شدت عجیب‌تر و ترسناک‌تره. یه سری از کارآگاه‌های پلیس با بررسی مدل کتونی‌ها فهمیده بودن که همشون قبل از سال 2004 تولید شدن. با در نظر گرفتن این نکته این افراد معتقد بودن که تمامی این قربانی‌ها تو سونامی سال 2004 کشته شدن و بدنشون کاملا از بین رفته. با اینکه بیش از 17 سال از این ماجرا گذشته اما هنوزم پلیس ونکوور هیچ دلیل و مدرک قانع کننده‌ای برای این پرونده پیدا نکرده و پرونده پاهای گم شده هنوزم مختومه اعلام نشده. چهارمین مورد هم یه پرونده مفقودی فوق‌العاده عجیب غریبه. خانم تارا کالیکو 19 ساله به همراه خانواده‌اش تو منطقه بلن شهر نیومکزیکو زندگی می‌کرده و توی روز 20 سپتامبر سال 1988 تو شرخه مادرش رو برمی‌داره و از خانواده‌اش خداحافظی می‌کنه و میره بیرون. موقع راه افتادن خانم کالیکو به مادرش میگه بعد از دوچرخه سواری می‌خواد به زمین تنیس بره و اگر دیر برگشت مادرش بیاد دنبالش تا با هم برگردن. متأسفانه این چند تا جمله آخرین جملات خانم کالیکو بوده و بعد از راه افتادن از خونه خانم کالیکو و دوچرخه‌اش ناپدید شدن. بعد از باخبر شدن پلیس و بررسی مسیری که خانم کالیکو رفته بوده تیکه‌های شکسته شده واکمن خانم کالیکو تو مسیر پیدا میشه، ولی متأسفانه پلیس نیومکزیکو با این سرنخ به جایی نمیرسه. چند ماه قبل از این اتفاق یه پسر 9 ساله هم تو این منطقه گم شده بوده و پلیس نیومکزیکو از این به بعد دنبال دو نفر میگشته، خانم کالیکو و مایکل هنلی که همون پسر 9 ساله است. ماجرا وقتی ترسناک‌تر میشه که بگم توی ماه ژوئیه سال 1989 یعنی حدوداً چند ماه بعد توی پارکینگ تو منطقه فلوریدا یه عکس پولاروید پیدا میشه. تو پرانتز یه چیزی بگم، یه سری دوربین هست همون لحظه که عکس میگیری عکس رو چاپ میکنه، به این عکس ها میگن عکس پولاروید. تو این عکس تصویر یه پسر بچه 9 ساله بوده و یه دختر 19 ساله. خانواده پسر تایید میکنن که این عکس پسرشونه و مادر خانم کالیکو هم تایید میکنه که این عکس دخترشه و حتی به پلیس توضیح میده که روی پای خانم کالیکو یه زخم بوده و توی عکس این زخم دیده میشده. با پیدا شدن این عکس نظریات و فرضیات متفاوتی مطرح شده، اما یک سال بعد جسد این پسر 9 ساله تو همون منطقه‌ای که گم شده بوده پیدا شده تا پرونده خانم کالیکو مثل بمب اتم منفجر بشه. متاسفانه بعد از گذشت 35 سال هنوزم هیچ کس نمیدونه خانم کالیکو زنده هست، کشته شده یا چه سرگذشتی داشته. بالاخره رسیدیم به پنجمی که قرار دنیای شوهرای ایرانی رو به دنیای پرونده‌های جنایی پیوند بده. قبلش بگید ببینم به نظرتون کدوم یکی از این مواردی که بررسی شد از مابقی ترسناک‌تر بود؟ اینو کامنت کنید برامون. صبح روز اول ماه دسامبر سال 1948 تو ساحل سامرتون کشور استرالیا جسد یه مرد پیدا میشه. مردم محلی پلیس رو خبر میکنن و مامورین پلیس میان تا جنازه رو بررسی بکنن. اولین چیزی که به شدت ماجرا رو پیچیده میکنه این بوده که بدن این آقا کاملا سالم بوده و هیچ گونه آثار درگیری رو بدنش نبوده و عجیب‌تر از اون این که لباسهاش کاملا نو بوده. در مورد لباسهای این جسد یه نکته شک برانگیز دیگه هم وجود
داشته. تمامی مارک‌ها و لیبل‌های لباس‌ها با آرامش کامل شکافته شده بوده و عملاً روی لباس‌های این مرد علامت هیچ برندی وجود نداشته. تنها سرنخی که از این جسد پیدا میشه یه بلیت قطار به مقصد ساحل هنلی بوده که هیچ کس باهاش سوار قطار نشده بوده. بعد از بررسی ظاهری جسد این آقا به پزشکی قانونی برده شده و متخصصین پزشکی قانونی هم نتونستن هیچ دلیلی برای مرگ این شخص پیدا کنن. چند ماه بعد تو ایستگاه قطار ساحل هنلی چمدون رو به بخش وسایل گم شده میارن و با گذشت چند روز صاحبش پیدا نمیشه. یکی از مامورین پلیس اون منطقه برای پیدا کردن سرنخ به بخش گم شده ها میره و با دیدن چمدون تعجب میکنه. چمدون هم کاملا نو بوده و لیبل هاش کاملا از بین رفته بوده. چمدون رو به اداره پلیس میبرن و بازش میکنن. داخلش یه سری لباس بوده که اونا هم هیچ لیبل یا مارکی نداشتن. حدود 1 ماه از این ماجرا میگذره و مامورین پلیس با شکافتن لباس‌های این مرد به یه سرنخ تازه میرسن. توی بخش داخلی شلوار این مرد یه جیب مخفی بوده و داخلش یه تیکه کاغذ پیدا میشه. روی کاغذ به زبان انگلیسی یا همون فینگلیش نوشته شده بوده تمام شد. بعد از بررسی نوع کاغذ و فونت نوشته مشخص میشه این کاغذ یه تیکه از کتاب رباعیات خیام بوده. تو همین مدت یه مرد دیگه به اداره پلیس میاد و توضیح میده که حدوداً 2 هفته قبل از پیدا شدن این جسد وقتی می‌خواسته سوار ماشینش بشه این کتاب رو روی صندلی عقب پیدا کرده، در حالی که یه بخش‌هاش پاره شده بوده و یه شماره تلفن روش نوشته شده بوده. با بررسی اون شماره تلفن متوجه میشن که شماره تلفن مال یه خانم پرستاره که همون نزدیکی‌ها کار میکنه. خانم پرستار رو پیدا میکنن و بعد از چندین جلسه بازجویی این خانم پرستار توضیح میده که من فقط یه نسخه از کتاب رباعیات خیام رو به یه افسر ارتش به نام آلفرد باکسل تحویل دادم و اصلا این جسد رو نمیشناسم. با این همه سرنخ و افرادی که به این پرونده ربط داشتن این 2 نفر هر گونه ارتباط با این جسد رو کتمان کردن و از طرفی پلیس هم هیچ گونه مدرکی بر علیه این 2 نفر نداشته و بعد از یه دوره کوتاه همون آقایی که کتاب رو پیدا کرده بوده همون خانم پرستار آزاد شدن. توی این شرایط کارآگاه‌های استرالیایی 2 تا فرضیه مطرح کردن. فرضیه اول، چون موضوع کتاب رباعیات خیام به پشیمونی و خودکشی نزدیکه احتمال داره این فرد خودکشی کرده باشه. فرضیه دوم، این مرد یه جاسوس فوق‌العاده حرفه‌ای بوده و با این کارش می‌خواسته یه پیامی رو به یه نفر برسونه. در هر صورت با گذشت بیش از 75 سال هنوزم هیچکس نمیدونه مرد مرموز ساحل سامرتون کی بوده و چطوری کشته شده. تو این ویدیو 5 تا از مرموزترین پرونده‌های جنایی تاریخ که هنوزم حل نشدن رو بررسی کردیم.